الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور. سوره طور شروع میشه. این سوره را به نام طور یاد میکنه چون در اول الله تبارک و تعالی قسم یاد کرده به کلمه طور. طور یا محل وحی موسی علیه السلام کوی معروف و مشهور است. در اصل هر کوی را گفته میشه که در او درختای خیلی زیاد باشه، خصوصا درختای سبز، چون که در او کوی که بالای موسی علیه السلام وحی شده درختای خیلی زیاد بود، از او خاطر به نام طور یاد میکنه. یا اینجا الله تبارک و تعالی که قسم یاد میکنه وجهش پسان میگیم براتون که چرا قسم الله به سر کوی طور میخوره. 76م سورت است که قبل سوره ملک و بعد سوره سجده نازل شده. سورت مکی است، زیادتر تمرکزش بالای مسائل عقیدوی است، خصوصا بعث بعد الموت و شبهاتی که در مورد بعث بعد الموت است. الله تبارک و تعالی او را رفع میکنه و زجر بزرگ است برای آنانی که در خواب غفلت رفتن، آمادگی برای ایت روزهای هولناک نمیگیرند. ارتباط صورت قط ما قبل، در ما قبل الله تبارک و تعالی شواهد بعث ذکر کرد، کدام چیزایی که دلیل بود بالای از که انسانها از قبرها میخیزه. در اینجا الله تبارک و تعالی در اینجا ترقی میکنه، دیگه هم امور خب تایید و تاکید میسازه، یعنی دلایل بعث دیگه هم زیاد میکنه. یا در ما قبل الله تبارک و تعالی مبتلا کردن مردم کفار به آتش بود، در اینجا الله تبارک و تعالی مصیبات آتش بیان میکنه که آتش چی مصیبت های داره. موضوع مرکزی صورت اثبات قیامت است. الله تبارک و تعالی در ابتدا قسم یاد میکنه بالای چند چیز و بعد از او جواب قسم ذکر میکنه که عذاب پروردگار است، او واقع شدنی است. پس وقت عذاب الله واقع میشه چطور میشه؟ اگه انسان در حالت غفلت باشه، خواب آلوده باشه، بیدار نباشه و هیچ نوع تیاری برش نگرفته باشه. الله اول قسم یاد میکنه به کوی طور. الله قسم سر کوی طور یاد میکنه و کتاب مسطور، به او کتابی که نوشته شده است، فی رق منشور، در ورقای گسترده گشاده. والبیت المعمور، قسم به خانه که آباد کرده شده توسط عبادات ملائک. والسقف المرفوع، قسم به او سقفی که بلند کرده شده یعنی آسمان است. والبحر المسجور، قسم به او بحری که جوشان است. جواب قسم این عذاب ربک لواقع، عذاب پروردگار تو خامخا واقع شده نیست. قاعده است که همیشه قسم و جواب قسم ارتباط خیلی نزدیکی داره، از امو خاطر الله تبارک و تعالی قسم یاد میکنه سری چیزا. دو توجیه را مفسرین کرام که مشهور توجیه است ذکر میکنه. اول مراد از کوی طور، چون که در پالوی کوی طور بالای بنی اسرائیل عذاب الله واقع شده، جواب قسم هم وقوع عذاب است و اینجا نمونهش ذکر میکنه که شما تذکر و یادآوری کنی از اون نمونه عذابی که در پالوی کوی طور واقع شده بالای بنی اسرائیل. دورم نیست، در زمان نزدیک حالات عذاب برای شما نمایان است ای اهل مکه. و کتاب مسطور، قسم به او کتابی که نوشته کرده شده. تورات کتابی است که در اونجا عذابای اقوام پیشین در او ذکر شده. اگر از ذکر عذابایی که قرآن میکنه شما هراس داره، نفرت داره، نمیپذیری، بری از بنی اسرائیل سوال بکنه که در کتابای از کتاب تورات که مشهور کتاب است، در اون جمع نمونه های عذاب اقوام سابقه را الله تبارک و تعالی یادآور شده. فی رق منشور، او ورقه های گشاده است. اشاره به این میکنه که ورقه های تورات کلان بوده، خصوصا در اوایل که در تخت سنگ های کلان نوشته شده بود. والبیت المعمور، قسم به او خانه که آباد به عبادات الله است. اشاره به این میکنه که اینطور مخلوق پیدا میشه که او مسلسل یک لحظه از عبادت الله توقف نمیکنه. شما را چی شده که عبادت الله را در حالی که از شما مسلسل مطالبه نشده بلکه به مقطع زمانی مطالبه شده شما عبادت انجام نمیدید. والسقف المرفوع، او سقفی که بلند کرده شده است. اکثر عذابا از او طرف آمده، مثل زلزله، مثل باران سنگها،
یا پایین شدن آتش ها، یا مثل اصحاب فیل که توسط سنگریزه ها پرنداز زده. و البحر المسجور، او بحری که مملو است یا جوشان است، یعنی درد افروخته شده است. در بحرم غرق شدن قوم نوح علیه السلام و فرعون در بحر شده. این نمونه های عذاب است. وقتی که در اقوام سابقه همچو عذابات تیر شده باشه، شما چرا ایمن هستی از این عذابای الله، در صورتی که خب میدانه که مخالفت از نظام الله دنبال خود اینمی عذابا را داره، پس شما انتظاری از این گپا را داشته باشه. از او خاطر در مورد آمدن عذاب شک و شبهه نداشته باشه که این عذاب ربک لواقع، یقینا عذاب پروردگار شما واقع شده نیست. این یک توجیه بود. دوم توجیه تعلق با وحی داره. الله قسم یاد میکنه با طور. از کدام وحی آسمانی که قرآن از شما انکار و نفرت میکنه؟ چرا انکار و نفرت میکنه؟ این خونمو وحی است، مثل که بالای موسی علیه السلام در کوه طور آمده بود. هیچ نوع فرقی نداره، بلکه مطالب او کتاب امو وحی و از این قرآن کریم یکی است. و کتاب مستور مراد از پیشش مطلقی کتابای آسمانی یا کتاب تورات، هر کدامش که بگیریم مستورین که نوشته شده. منظور است که در او کتاب ها هم خبر از نزول قرآن ذکر شده. شما چرا از این کار بکنی؟ فرق منشور در ورقهای گشاده شده و تورات نوشته شده. اینطور مسئله پیچیده نیست، بلکه هویدا و معلوم برای همه است. یعنی کسانی که تورات میدانن و میفهمن که اینطور یک کتاب نازل شده نیست که به نام قرآن است و او مملو از حقایق است. والبیت المعمور، قسم به خانه آباد شده. بیت معمور خانه که مثل بیت الله وارد در آسمانی هفتم پیغمبر علیه السلام دیده و اونجا ملائک داخل میشد برای عبادت. روزانه 70,000 ملک در او داخل میشه، پس به او طایفه ملک نوبت نمیرسه تا روز قیامت. این دلالت بالای عظمت و بزرگی لشکر الله تبارک و تعالی است. الله در اینجا قسم یاد میکنه که نمی وحی آسمانی از اونمون نقطه آغاز میابه که اونجا یک دم عبادت الله صورت میگیره. پس معلوم شد که اگر کسی رابطه با قرآن پیدا میکنه، عبادت میکنه، رابطه خود با او طایفه ها بسته میسازه. از همون خاطر است که اون ملائک هم استغفار طلب میکنه برای انسان ها. کسانی که کدام وحی از اوجا آمده اینجا رعایت و لحاظش میکنه، اون ملائک برش دعا میکنه، برش استغفار طلب میکنه. پس وقتی قرآن حامل این قدر برکات باشه، شما چرا از این نفرت کرده رو اعراض کرده رو سرکشی میکنه؟ والسقف المرفوع، قسم به اونمو سقفی که بلند کرده شده. پس ذاتی که اینطور بام بلنده که بدون ستون مشاهده میکنه، او الله تبارک و تعالی استوار ساخته، وحی رم از اونمو طرف روان میکنه. اول بحر المسجور، قسم به اونمو بحری که او جوشان است یا بحری که مملو است، پر شده. یعنی از این بترسه که الله تبارک و تعالی شما را در اینطور بحر عذاب بده. بعد از اون میگه که این عذاب ربک لواقع، عذاب پروردگار تو خامخا واقع شده نیست. البته عذاب الله مثل عذابای دیگه واره نیست. از عذابای دیگه انسان چاره جویی خود میکنه، یک طرف فرار میکنه، برای خود نیرو پیدا میکنه تا که از این دفاع بکنه. اما عذاب الله اونطور نیست. ما له من دافع، هیچ برای عذاب الله دفع کننده نیست. نه کسی منع میتونه و نه کسی پشتیبانی شما را میتونه که شما را خلاص بکنه. چرا عذاب الله فراگیر است، وقتی که فرمان الله برسه باز شما را میگیره. این در حقیقت تنبیه و آگاهی است به اینمی مردمای غافلی که همیشه در دشمنی قرآن عمر خود سپری کردن. الله تبارک و تعالی برشان یادآور میشه تا که شما در اینمی حالت قرار داری، عذاب الله فرا رسیده نیست، باز اونجا موقع توبه و ندامت پشیمانی هیچ چیز به درد نمیخوره. از این خاطر الله میگه یوم تمور السماء مورا. کدام روز عذاب الله در وقت دو روز میاد. یوم تمور السماء، در روزی که بلرزه آسمان یا رفت و آمد کنه. مور میگه رفت و آمد کردنه، مورن بلرزه آمدن یا برفت و آمد کردن. امی آسمانی که سقف یکتا بود و شما میگفتی که مستحکم ترین چیز است، روز فرا برسه که آسمان رفت و آمد میکنه، در حرکت میشه، در لرزه میشه. و تسیر الجبال سیرا، کوها را شما میبینی که روان میگرده، به مثل چی؟ بروان شدن، در حالت اصلی خود باقی نمیمانه. این حالات زمین شما باز به این سیستم مشاهده نمیکنه. فویل یومئذ للمکذبین، این روز آمده نیست
که خیلی هیبتناک است، خیلی مهیب است، اما هلاکت و بربادی در حق کیست؟ مکذبین. و کسانی که نمی حالت را برشان قصه شده توسط اینطور پیغمبری که تاییدش توسط معجزه شده و معجزه از اون خود قرآن است که قرآن کتاب صادقی است که تا امروز بلکه تا روز قیامت کسی مقابله از زیر کرده نمیتونه. توسط این کتاب نمی حالات برای شما بیان شده بود لیکن شما تکذیب کرده. اینی طور روز عذاب الله واقع شده نیست و کسی دفع کرده نمیتونه. چرا شما تکذیب میکنه؟ وقایع یا حوادثی را که قرآن بازگو میکنه شما بپذیره. چرا؟ قرآن کتاب صادق است و صداقتش از نفس خودش، از وجود خودش هویدا و آشکاراست که معجز است. مکذبین کدام مردم است؟ الذین هم فی خوض یلعبون، اما مردمانی که در بیهودگویی، خوض میگه در مصروفیت و مشغولیت، یلعبون ای مست هستند، اساطیری میکنن، وقت خود ضایع میکنن. مکذبین خو شک نیست که همون مردم است که به قرآن اعتنا نداره، ایمان نداره، باور نداره، لیکن قرآن اینجا مکذبین کسی دیگری را معرفی میکنه. الذین هم فی خوض یلعبون، اما مردمایی که در مشغولیت و مصروفیت خود یلعبون، ساعت خود تیر میکنه، وقت خود میگذرانه. قرآن کریم در یک مفهوم خیلی وسیع اشاره میکنه. مکذبین کسانی هستند که آمادگی به همچو روزی هیبتناک نمیگیرن. آمادگی به همچو روزی هیبتناک توسط قرآن میشه که قرآن آدم بخونه، قرآن آدم آگاه میکنه از این روز و تو آمادگی برش میگیری، لیکن تو تمام عمر همینطور خدا مصروف و مشغول کردی. خوض اصلا در آب فرو رفتن نمیگه، مراد ازی اونمو کارای بیهوده و بیفایده که هیچ ثمره نداره، تو دو مصروف و مشغول هستی. او یلعبونه، دینمی مشغولیت هم کدام هدف نداره که کدام ثمره سرش مرتب میکنه. یلعبونه، وقت خود تیر میکنه، بازی میکنن. مراد است که یا کدام هدف در دست نمیاره. اشاره به این میکنه انسانی که در دنیا آمده او پر اهمیت است، او بسیار هدف عالی داره، او بسیار هدف مهم داره، او هدف مهم به دست آوردن به کار است. تو انسان او هدف مهم گذاشته او اینجا تو خود ساتیری میکنه. این به مثل عزیز که یک کسی را روان کردی، میمان در خانه آمده، بچه تا پشت گوشت روان کرده، لیکن او رفته قطی بچه قطبازی یا بجلبازی را شروع کرده، نشسته در مجلس. او بعد از او تو برسی برش او برش دمو وقت چقدر قار میشی. این بسیار موضوع ساده است. دینمی موقع امو بچه تا آنقدر لط میکنی که پرسان نکو که میمان در خانه نشسته، ما تو را پشت گوشت روان کردیم، تو اینجا نشسته ای. در حالی که میمان اونجا عذر میتونی بدون گوشتام، اما نان خوش کم که پیش کنی کدام گپی نیست، کدام مصیبت پیدا نمیشه. الله تبارک و تعالی میفرماید این انسان ها که خود مصروفی چی ساختن، حالان که روز مهمی آمده نیست که کوها در پرش میشه، آسمان ها در حالت رفت آمد، در این حالت خود باقی نمیمانه. وقتی این روز در پیش رو داری تو چرا آمادگی نمیگیری؟ چرا در خواب غفلت هستی؟ دیگه این در حقیقت قمچینی خیلی بزرگ در فرق سر ما وار مردم است. چرا که ما همیشه هدف واقعی خود دنبال نمی کنیم، فقط پشت ازی میگردیم. نعوذ بالله که ما فقط خود مصروف بسازیم، وقتی خود ضایع بکنیم. یک تعداد مردم واقعا همینطور است، تمام روز یا قطعه‌بازی است، یا بجلبازی است، یا ساتیری است، یا همونطور. امروز تلویزیون و رادیو هم عین نمی رقم چیز گشته، فقط وقتی خود ما را ضایع میکنه و ما را از هدف بزرگ خود باز میداره. الله مکذبین امی مردم معرفی کرده. آل شما میدانی که انسان چقدر غافل است، چقدر وقت مهم و چقدر ساعتهای مهم خدا به باد میده که هیچ چیز از او استفاده نمیکنه. چرا تو تیاری نمیگیری؟ تعجب خودریج است. ما باری گپا چندین بار تکرار کردیم. زمانی که در یک مملکت میری، شرایطی که اون مملکت برای ویزا داره تا که پوره نکنی، تو داخل شده در اون مملکت نمیتونی. تمام عمر تو تلاش میکنی که امی ویزیتا به مو شرایط برابر بکنی. این یک فرمانی کیسته؟ سردمداران یک مملکت است. امی قدر تو نادیده نمیگیری و دنبال پوره کردن شرایطش میگردی. تأسف و تعجب دریسته که الله تبارک و تعالی بر ما اینی قسم شرایط میگذاره، لیکن باز ما غافل هستیم. باز ما نمیگیم که ما خو رفته رو استیم و اینی چیزا به درد میخوره، بعد ما قطع خود داشته باشیم. این مهم است. یوم یدعون الی نار جهنم، در روزی که تیله داده میشه
یدعون روان کرده میشه به سختی الی نار جهنم، به سوی آتش جهنم، دعا به تیل دادن، به سختی روان میشه. جنتی ها چطور در جنت میره؟ جنت خود میایه، پذیرایی است، استقبال است، سلام است، مبارک بادی است. اما این جهنمی ها چرا تیل داده میشه؟ عذاب است. عذاب کی میره خودش؟ در عذاب هیچ کس خود نمیره تا که تو را تیله ندن. در بندی خانه کس داخل نمیشه تا که زولانه ها در پایت انداخته میشه و از دست و پایت میگیره اونجا مندازه. در قرآن کریم صورت های متنوع برای انداختن جهنمی ها ذکر شده. البته در مختلف حالات اینمی طور مختلف صورت ها سریزی ها واقع میشه. تیله داده میشه، دست و پایش بنده میشه، غلوه ثم الجحیم صلوه، بسته کنیشه، بعد از او در جهنم انداخته میشه. اینطور حالت سر انسان بیا او عذاب الله. اگر کسی ما را هر قدر پیش کنه، تمام توانی تا خرج میکنی، سر بام تو را کسی مندازه در حالی که احتمال داره بموری یا نموری، اگر بموری هم 5 ساعت خلاص میشه درد و غمت، تو خودم کم میکنی بمو نهایت قوتت خود نمیپرتی از بام اگر کسی تو را تیله میده. عذاب الله، عذاب جهنم انسان ببینه چطور شده میتونه، بسیار سخت است. یقینا که عقیده به آخرت پیدا شوه، مومن قطعا به گناه دست نمیزنه. چرا؟ به خاطر که میفهمه که اینطور جهنم است، اینطور عذاب است. او لشکر الله تبارک و تعالی تو را پرتافته رئیس. هذه النار التي گفته میشه بینمی جهنم یا ای امواتشی است، کنتم بها تکذبون که شما بودی او را نسبت دروغ میکردی. میگفتی عذاب کجاست، آتش کجاست، حساب و کتاب کجاست، یارک شما تکذیب میکردی. از امو خاطر مست و ملنگ در دنیا میگشتی، پشت هوا و هوس، عیش و عشرت، هیچ احساسی مسئولیت نمیکردی در دنیا. این همی مردم بود که الذین هم فی خوض یلعبون، تمام روز فقط برای پر کردن شکم خود، خوشعیشی، روزگاری تا به این سیستم تیر بکن که من خوش باشم، خیر و خلاص. احساس مسئولیت نکرد که من انسان الله چرا پیدا کرده مرا، این کل چیز برای خدمت ما است، من برای کیستم. اینا نمیگه افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، گفته میشه برشان آیا سحر استی، ام انتم لا تبصرون، یا شماست لا تبصرون که نمیبینه حقیقت. در دنیا هم در قرآن سحر میگفتی، قرآن براتان نمی حالات بیان میکرد، شما میگفتی نه چشم بندی کده ما را حقیقت نمیبینیم. الله اونجا هم برشان گفته میشه از طرف الله ببینی این عذاب سحر است، چشم بندی است یا نه، که چطور است، دیده میتونی یا نه، یا آتش چطور است، سحر است. این را برای تهدید از جا میگه. بسیار سرزنش میشن. چرا؟ قرآن یا سحر گفته بودن، نعوذ بالله. اصلوها، داخل شوید درای در دوزخ، فاصبروا، آلی صبر میکنی، او لا تصبر، یا صبر نمیکنی، خدا کنترل میکنی یا نمیکنی، نمیتونی. سواء علیکم، برابر است بالای شما. آلی دمینجا شما تاب مقاومت نشان میدی یا نمیدی، کلش برابر است. انما تجزون، بله الله ظالم نیست، همونطور به موجب به کدام گناه شما را در اینجا داخل نکرده. قرآن بر ما میگه انما تجزون، یقینا بر شما پاداش داده شده، ما از او عملی که کنتم شما بودید تعملون انجام میدادید. عمل کردی خودیتان است، چیزی را که کاریده بودی حالی درو میکنی. معلوم شد که عمل در نجات و در مبتلا کردن انسان چقدر رول داره. عمل اینجا شما چیزی را کردی در دنیا که موجب اینمی داخل شدنی چی شد؟ جهنم شد. قرآن براتان آمد، کتاب الله آمد، شما را آگاه کرد که این تو جهان دیگری است. همونطور نیست که نعمتهای الله را آدم اینجا هر رقم که مصرف کنه، قید و بندی داره، شرایطی داره. از شما سوال کرده میشه، شما این سوالات در نظر نگرفته، خدا مسئول ندانسته. حالی ببینید ان المتقین جانب مقابل است. ان المتقین مؤمنین نمیگه، فکرتان باشه. ان المتقین یقینا کسایی که تقوا را پیشه کرده، تقوا خو گفته بودیم، نیروی درونی، قوتی درونی که تو را باعث میشه به انجام دادن مامورات الله، امو نیرو قوتی درونی که تو را مانع میشه از واقع شدن در گناه ها، تقوا اون امور میگه. قوت درونی، نیروی درونی، مبارزه میکنی، شهوت تو را یک طرف کش میکنه، نفس تو را دیگه طرف، هوا پرستی دیگه طرف، شیطان دیگه طرف، محبت مال دیگه طرف، محبت اولاد دیگه طرف، تو مبارزه کرده راستی. اینی را تقوا میگه. اینی را تقوا میگه. کسی که زندگی تقوا را تیر کرده، با تقوا را تیر کرده،
قرآن چی میگه؟ ان المتقین، یقینا متقین، فی جنات در باغهاست، و نعیم در نعمتا، فاکهین خیلی شادمان و خوشوقت هستند، لذت یابندگان هستند، به ما به اون نعمت آتاهم که عطا کرده داده برشان ربهم پروردگارشان، بسیار خوش می باشند. چرا؟ اون نعمتای جنت است، دنیا واری نیست. اون نعمتها دیگه لذتی داره. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، مشاهده میکنه عذاب جهنم هم الله برای مؤمنان نشان میده. چرا؟ به هر مؤمن در جهنم هم جای است، به هر کافر در جنت هم جای است. جای کافر در جنت مؤمن اشغال میکنه و جای مؤمن در جهنم کافر اشغال میکنه. آنجا میبینه حالات ازواره، شکرگزاری چی را میکنه؟ شادمان هستند. و وقاهم کیارا نگاه کرده ربهم پروردگارشان عذاب الجحیم. در دو جای ربهم میگه این مردم بالکل الله را ربی خود میدانست، مالک و متصرف خود میدانست، تمام اموری الله را تربیت برای خود فکر میکرد که هر امری الله برای ما تربیت است. مرا از درجه ادنا در درجه بالا میکشانه، دستورات الله همینطور است. پس اونمو اموری که در دنیا برای ما الله امر کرده بود، مرا از اونمو درجه پست در درجه عالی رساند و این هم یکی از جمله اجزای تربیت بود. لیکن این تربیت کفار نپذیرفت، بالعکس در مقابل دستورات الله رای مقاومت اختیار کردن. کلو و اشربو گفته میشن برشان بخوری، و اشربو بنوشی هنیئا، خیلی گوارا ایمانا که اونجا هیچ نوع محنت، هیچ نوع تکلیف از خوردن و نوشیدن برات میاثر نمیشه. چای از زیاد خوردن نمیتونی میگه بیرون میبرایم، نان از زیاد خوردن نمیتونی میگه بوج میشه باز استراحت نمیتونم. در جنت ای گپا ای خلالا و این نقصانا را در هیچ طعامش دیده نمیتونی. هیچ ایره میگه هنی که از هر طرف گواراست، هیچ نوع تکلیف برات پیش نمیشه. بما کنتم تعملون، این عوضی همون چیزی است که شما عمل کرده. اونجا هم گفته بود عمل کرد. قرآن برای ما بیان میکنه که عمل کرده متفاوت است، واقعا متفاوت است. یک آدم پای خود به احتیاط میگذاره، آنقدر احتیاطانه زندگی میکنه که کسی از پیشم رنج نبینه، بلکه در احساسش است که به دیگه کس چی رقم نفع برسانم. کلی عمر همینطور تیر میکنه در تلاش عزیز که کمکم به دیگه برسه و دیگه کس از پیشم رنج نبینه و یک کسی دیگه از اونم غصب میکنه، سری خودم قناعت نمیکنه از اونم میگیره. چقدر فرق است. کلش نتیجه اینمی اعمال است. این انسانای طور فکر نکنه که ما هر چی میکنیم همین کلگی یکسان است. نه، مطابق عملت برات پاداش داده میشه، خوب است یا خراب. متکئین علی سرور، تکیه زده می باشند بالای تختا، مصفوفتن، یکی قطار گذاشته شده. به جنتی های طور نیست که پشت روی یک طرف باشه، یکی پشتش باشه دیگر رویش، نه کلگی رویش می باشه. یک مانا مصفوفتن که گسترانده شده یعنی نهاده شده، سری تختا می باشه جنتی ها. و زوجنام، جفت و جوره می گردانیم امرایشان، بحور عین، با اوتر حورا عینن که کلان چشم است یا سفیدی و سیاهی چشمش خیلی تیز است از نگاه زیبایی و جمال. یارا حالی هم شما میگیم حور است، حور. و زوجنهم، جفت و جوره میگردانیم امرایشان، البته ای هم به مرد است هم به زن است. والذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، و اتبعتهم ذریتهم، برکت ایمان الله برای ما بیان میکنه. کسانی که ایمان آورده، عقیده درست داره، ایمان قرآنی، و اتبعتهم ذریتهم، تابع شده برای اینمی مردم امی مؤمنا، ذریتهم اولادشان، به ایمان ده ایمان ده عقیده صحیحه. معلوم شد که اولادی که قطعی در عقیده یکسان است اما در عمل کوتاهی داره، تو تهجد خوانده، تو دعا کرده، تو خدمت دین کرده، اولادی یک کمی در عمل قصور و کوتاهی داره. آلی تو نمیخوایی که همونطور تنها در قصر بلند باشی و اولادت زیر باشه. تمنای تو در اونجا ایست که یام قطمه باشه. الله به برکت ایمان و امی عمل تو اموارم قطعی تو یکسان میگردانه. وگرنه عمل از وا خیلی کوتاست، نمیرسه به اینمی درجه. الله اینمی اعزازم بری تو میده. چقدر اعزازی بزرگ است. خب شرط در کجاست؟ شرط عقیده صحیح است. والذین آمنوا، کسانی که خود ایمان آورده، عقیده صحیح داره، و اتبعتهم، تابع شده از اینمی مؤمنا، ذریتهم اولادشان، به ایمان در عقیده صحیحه،
اردو به یک عقیده هستند، موحدین هستند، اما در عمل تفاوت داره. الله میگه الحقنا بهم ذریتهم، میرسانیم به همین مؤمنا ذریتهم اولادشانه که از نگاه عمل در درجه پایین قرار داره. الله میگه و ما علتناهم من عملهم، ما کم نمیکنیم از عملشان، جزای اعمالشان، من شیء، هیچ چیزی را، کل چیز پوره، بلکه فضل احسان اضافه. کل امرئ بما کسب رهین، تمام هر شخص بما کسب، با آن چیزی که انجام داده کسب کرده در دنیا، رهینون در گرویش است، در ضمانت عمل خود است. اینجا تن اولاد میگه که اولاد در مرتبه پایین است و پدر و مادر بالاست، خود عقیده یکسان هستند، موحدین است. در او صورت اولادم در او مرتبه بالا میبره الله تبارک و تعالی. خود چرا؟ اگر اولاد خیلی بالا بود پدر و مادر، او خوب به طریق اولاست، او ضرورت به ذکر نداره. چرا؟ اولادی که تو تربیه کرده ای، عقیده صحیح برش تعلیم داده ای، عملی درست میکنه، تو قطع شریک هستی در عمل از او خاطر در او صورت خواردو برابر میشن. اگر اولادی تو درست بود، عمل خیلی درست داشت، تو قطع از بالا میشی ولو که درجت پایین باشه. چرا که تو در عمل اولادت شریک هستی. اولاد از کسب خود انسان است. خود شرط تعلیم عقیده صحیحه و عمل صحیح است. ما اولاد داریم، خود ما با یک عقیده، اولاد ما با دیگه عقیده. عجیب مبارزه است، عجیب کار است. یادتان باشه اگر تفاوت در عقیده بود دیگه پا باز وجود نداره. پدر و مادر مشرک بود، اولاد موحد بود، دیگه پا در بین وجود نداره. با پدر و مادر از اعمال اولادش نمیرسه چیزی. چرا که خود مشرک بودن، تربیه نکرده اولاد خدا به سوی عقیده حق و عمل درست. خودشان بلکه واره پافشاری میکرد. امروز پدر و مادری داریم اولادش با قرآن دست میپرته، این مردم مانع میشه. میگم رای پدرها و مادرای ما درست است، دیگه او طرف نرو. چقدر بی عقلی و نعوذ بالله حماقت است که اولادی تو در قرآن دست میپرته او تو میگی نه رای همو پدرها و مادرای ما. تو همین قدر عقل نداری؟ ها؟ اولاد تمام روز در مسجد نماز میخونه، پدر و مادر پافشاری میکنه که کورس انگلیسی نرفتی، دو چیریت میکنم. عجیب است. بله، در کورس انگلیسی روان کو، در پانتون روان کو، خواریس و زحمت سرش بکن، دختری تام بچه تام، آخر شام انجینر و دکتر، آخر شام نظری کمونیستی را پیدا بکنه، برو بخیر. خب به دردت میخوره. باور بکن اگر در دنیا به دردت بخوره، در دنیا هم تو را کونه فکر میگه او خود جدا میکنه، تو میدانی کاری تا موتور شده، به هزارها نفر موتور شده، آخر با اولاد چوپانی خود باقی مانده، محتاج به مو اولاد چوپانی خود است. او جنابای دیگه زندگی را در امریکا و در آلمان خوش تیر میکنه، در غم توسته. تربیه اولاد صحیح خیلی ضرور است. او بسیار جای افسوس است که اولاد آدم تلاش به دین داشته باشه، پدر و مادر مانع میشه. این بسیار سخت است. اولاد طرفی قرآن میده و پدر و مادر میگه نه 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 نه. تو خوب باید مسئولیت داشتی در حق اولادت. سری خودت زندگی تیر شده، حالات تیر شده، تو باید از زندگی خود درسای عظیم کمایی کرده باشی، اولادت کوشا باشی. تا که پدرت نماند همیشه در چوپانی گذاشت، چی را یاد کردی؟ نماز تالی را درست نیست، قرائت درست نیست، نماز خود صحیح نمیفهمی. تو که اینی حالت سرت آمده، باید این درد در دلت باشه که اول غم اولادت بخوری، اولادت در مرکزی درست روان کنی که سبا روز در عمل اینه که از تو شریک باشی. افسوس است، عجیب است. آلی همونطور حالات آمده. شما باور بالله بکنی، بچه جوان، دختری جوان دست در قرآن میپرته، در مسجد میپرته، در نماز میپرته، او مصلح گشته در خانه، تلویزیون گل کنه اینی را نبینه، او پدر و مادر سرش هنوزم قار میکنه، او حجاب میکنه، او برات میگه که دوب چیریت میکنه مگه حجاب کردی. عجیب است. در روز قیامت به الله جواب بگو که حق اولاد همینطور ادا میشد که او به دین میرفته و تو برای نعوذ بالله به جهالت کش میکردیشه. این بسیار سخت است. خب گفتم که عقیده صحیحه معیار نیگه پاس. اگر عقیده صحیح بود، اولاد در درجه پایین بود، الله را بالا میکنه، در درجه تو میرسانه. اگر عقیده صحیح بود، پدر و مادر که در درجه پایین است، در درجه اولاد میرسه.
و ما علتناهم من عمل، ما کم نمیکنیم از اعمالشان من شیء چیزی را. عملی هر کدام مطابق همون که در دنیا انجام داد الله میگه پورا میدم. اینطور نمیشه که من عملی پدر و مادر کم کنم به اولادا بدم، نه، پاداش از واره امور رقم بری مطابق اعمالشان میدم. لیکن اولادای دیگر از فضل و احسان خود میگیرم، قطعی و پدر و مادر یک جا میسازم شد. چرا؟ اعزازی از واره میکنم، کرامت پدر و مادر بالا میبرم. چرا؟ پدر و مادر خوش است که اولادش در یک مقام قطعش یک جا موجود باشه، اگرچه اعمالشان کوتاهی میکنه. کل امرئ بما کسب رهین، هر شخص بما کسب، به آن چیزی که کسب کرده، رهینون در گرو است. بالکل همونطور است. هر فرد خودش مسئول است. الله برای هر کس عقل داده، استعداد داده، مکلف ساخته شه. هر کس مطابق توانی خود مکمل مکلف است. باید هر دستوری الله را بپذیره، انجام بده. هر کس گروی عمل خود است. چی عمل کرد داری؟ نگو فلان اینطور کرد فلان اینطور کرد، تو خود مسئول هستی. و امددناهم بفاکهة، پی در پی میدیم برای نمی جنتیا، بفاکهة به میوه ها، و لحم به گوشتا، مما از او میوه و گوشتی که یشتهون آرزو دارند. هر چیزی که در خاطرشان میگرده، اگر گوشت است اگر میوه است. یتنازعون فیها، از دستی یکی دیگر میگیرن، فیها در جنت کاسن، پیاله شراب، از دست که لذت داره. لذت دیسته که یکی میخوره در دیگه میده، دیگه از پیش میگیره. کاسن پیاله شراب، لا لغو فیها، او طور شرابی که نیست بیهوده گویی دو، ولا تأثیم نه گناه، نه طور است که طور سکر بیاره مست بسازه، نعوذ بالله، که موجب چی شوه؟ و گویی و بدگویی شوه. ولا تأثیم نه موجب گناه است. اونجا محدودیت نیست، ایتورام نیست که تو بی خود شوی دو دشنام به کسی بزنی یا دست به جنایت بزنی. بخلاف شراب امروز، شراب امروز خو نعوذ بالله قطعا خواهر خود باز زنام میکنه. شرابخور امروز فرقی برش نداره. در این موارد شرابخور امروز هر نوع جنایت میکنه. چرا؟ به خاطری که عقل خود از دست میده، هوشیاری و هوش خود از دست میده. و یطوف علیهم غلمان، چکر میزنه، دور میخوره بالایشان غلمانون، نوجوانایی که لهم برای از یا خادم هستند، که انهم لؤلؤ مکنون، تو گویی که و مرواریدی مکنونون، در صدف هستند. امو مرواری که از صدف نبرآمده باشه چقدر شفاف است، چقدر نازک است. امی قسم بچای نوجوان برای خدمت امی جنتی آماده است. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، رو میارن بعضی امی جنتی ها بالای بعضی دیگران. یتساءلون، یکی از دیگه سوال و پرسان میکنه. یک کسی که از مسافرت بیا از خودگیشان در دیگر روزا در 10 بجه خواب میکنه، اینجا در 2 بجه شب خواب میکنه. چطور بود سفرت؟ چی کردی؟ بخیر آمدی؟ هر کس خوش میباشه خانواده. اونجا نمیتور خانواده وقتی که با هم یک جا میشه بسیار اظهار خوشی میکنه، عالی سوال میکنه چطور حالت بود؟ قالو میگوین انا کنا قبل، یقینا ما بودیم پیش از ایده دنیا فی اهلنا، در اهل خود مشفقین، خیلی ترس داشتیم که مبادا نعوذ بالله شکار گناه ها شویم، دجال شیطان بیفتیم، نعوذ بالله بنده هوا و هوس شویم، راه های غلط تعقیب کنیم، در شرک و مزخرفات واقع شویم. فمن الله علینا، احسان کد الله تبارک و تعالی علینا بالای ما، اونجا راه هدایت بر ما پیدا شد. واقعا انسان شکر الله را زیاد بکشه. خدا اگه در نماز میدیده، در ترجمه قرآن میدیده، شکر الله را زیاد بکنه. چرا؟ به خاطری که از هر طرف بر ما و شما دعوتگرا خیلی زیاد است، داعیین زیاد است. نفس یک طرف آدم میکشانه، رسم و رواج قوم دیگه طرف میکشانه، سازوبرگ مادیات دنیا دیگه طرف. اونجا رفیق هم سنی میبینی که در لکسس سوار است، بیلدینگ داره، در وظیفه میره چه قناز میزنه، ایگا پا آدم وادار به این میسازه که میگه من باید قطع از او برابری کنم، من باید امو رقم بکنم. برابری کی میشه؟ آلی دست به دزدی بزن، دست به خیانت بزن، دست به چاپلوسی در دفترهای کفار بزن، او وقت باز قطع از او خود برابر میکنی. خو احسان الله که شامل حال کسی میشه از این چیزا نگاه میکنه. چرا؟
او وقت برای انسان آماده میشه که ارزش هر چیز بفهمه. به او مردمی که ارزش دنیا را میدانه و ارزش آخرت را میدانه، ارزش قرآن را میدانه و ارزش انگلیسی را میدانه، به او مردم بسیار آسان گپ تمام میشه. مردمایی که واقعا دلبسته به آخرت هستن، با کش و فش و ناز و نعمت دنیا اینمی قدرم دلش چی نمیکنه، شک نمیکنه، هیچ دقیقش نیسته که چی گپ است، هیچ دقیقش نیسته، بلکه خوشی خود در عبادت الله، در فرمانبرداری الله میبینه که بله اینمی بر من خوش است. از همون خاطر است مؤمن وقتی در کدام بندگی الله خود دیدی بسیار شکرگزاری کو، بگو که الله سرم احسان کرده. سر ما و شما در این ترجمه قرآن الله احسان کرده که الله تبارک و تعالی ساعت مساعد ساخت، این زمینه را مساعد ساخت. ما و شما نشستیم، ما چی کمال داشتیم؟ ما و شما مثل دیگر واره. کسای انمیالی هستند که در مجلس قمار نشسته، کسای هستند در سینما نشسته، کسای هستند که نعوذ بالله فقط در فکر عزیز چه قسم حق دیگرها را با کدام نقشه با کدام پلان بگیرم غصب بکنم. این بسیار مهم گپ است. اونجا در جنت اینمی رقم مجلس دایر میشه، در بین خود هم کلام میشن. بهترین چیز که بر یادآور میشن کدام چیز است؟ قالوا انا كنا قبل ما بودیم پیش از در دنیا فی اهلنا مشفقین، در اهل خود خیلی ترس داشتیم. چرا؟ ما حول محیط ما خیلی آلوده بود، حتی پدر و مادر عقیده صحیح نداشت. امسایه قوم قبیل خو کلگی در راه دیگر روان بود. هر لحظه و ساعت فکر میکردیم که ما دو آلودگی آغشته شویم. لیکن فمن الله علینا احسان کرد الله بالای ما. یه نمور یاد میکنه که هر لحظه ما در خطر بودیم، در خطر بودیم. خو الله احسان کرد علینا بالای ما. عالی، واقعا احسان الله است. دنیای کفر از هر طرف آمده، دعوتای متنوع روان است. هر لحظه ما و شما در خطر است. نعوذ بالله که در یک خطر واقع شویم. نعوذ بالله فکر و راه بیدینی در دماغی ما پیدا شود، در عملی ما دیده شود. بسیار جای خیلی ترس است. لیکن فمن الله علینا، الله احسان کرد. حتی ملای مسجدی ما مرا دعوت به چی میداد؟ به پیروی از آبا و اجداد ما. ملای مسجد مرا دعوت به توسل شرکی میده، به بدعتا میده. الله احسان کرد. و وقانا ما را نگاه کرد عذاب السموم، از عذاب پر حرارت که خیلی تیز و سوزان است. سموم که سمدار از زهر، در مسامات، چیزی که در مسامات نفوذ میکنه داخل میشه در بدن. اینمی از سموم به خاطر میگه که در بدن امی رقم نفوذ میکنه، داخل میشه این حرارت. انا كنا من قبل، یقینا ما بودیم پیش از در دنیا، ندعوه، طلب میکردیم یک الله تبارک و تعالی را در مشکل خود، در حاجت خود، در عبادت خود. در همه گپا فقط توجه ما طرف الله بود. عزت از الله میخواستیم، امان از به الله میبردیم پناه را، و از الله امان میخواستیم از اینکه گرفتار شویم به گناه ها. ندعوه، در هر معامله ما توکل به الله کرده بودیم، الله را آواز میدادیم، فریاد میکردیم. یقینا انه هو البر، یقینا که الله خوب نیکوکار است، کارای نیک انجام میده. الرحیم، زیاد رحم کننده است که ما را از آلودگی ها نگاه کرد. بالکل الله اینطور نیکوکار است، کمال نیکوکاری از الله است. چرا؟ عمل خیلی کمی ما را الله ارزش و قیمت داد و ما را به اینمی حالت رسان که رحیم است. رحمش ای شد که عملی مرا بیبی و این نعمتا و اعزازا را بیبی. الله اکبر. جنت بیبی و کار و کردار چند ساعته و چند روزه مرا بیبی که در دنیا کرده. الله چقدر رحم کرده، چقدر احسان بزرگ سر ما کرده. واقعا مطور است. خو کسی که ارزش او جرا میدانه، به هر کس نه. فذکر فما انت بنعمت ربک. پیغمبر علیه السلام می فرمایا این سر و صداهای تبلیغات، اتهامات مانع دعوت تو نشوه. پیغمبر علیه السلام فذکر، تو نصیحت بده. فما انت بنعمت ربک، تو نیستی به نعمت پروردگاریت و فضل احسانی که الله سرت کرده. بکاهن نیستی خبر گیرنده از جنها که از جنیات توی گپا را بگیری، ولا مجنون نه دیوانه، هیچ کدامش نیستی. یا تا بیگاره بگویا بری تو کاهن یا مجنون بگویا.
لیکن تو نصیحت بده، دعوت بده همین کتابی که امرای توست، قرآن کریم، سر و صدای از یا اتهامی از یا مانع دعوت تو نشود، در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر علیه السلام از این سر و صداها خسته نمیشد، خفه نمیشد، بلکه او عادت گرفته بود و خود کوی مقاومت بود. در مورد اینطور سخنا اج نوع تأثیر در مورد دعوتش پیدا نمیشد که دعوت خدا بگذاره، چرا خود مسئولیت داشت، معصوم است. در تو را میگم دیوال تو بشنو. کسی که راه روی پیغمبر علیه السلام است، در نقش و قدم پیغمبر پای خودم میگذاره. مردم در مقابل تهمتا میکنه، کسی برات میگه وابسته، کسی میگه این دیوانه شده، امیگه پار عالم میگه. ما او تو را قرآن درس میگه، فذکر، نصیحت بده، دعوتی تا ادامه بده، سر و صدای مردم، تبلیغات اتهامات مردم گوش نگی. چرا که مردم هر قدر بگویه خود تو تور نیستی، نه کاهن هستی، از جنیات نمیگیری، نه مجنون دیوانه هستی، عاقل ترین و هوشیارترین مردم توستی. عجیب خویسته که یا صفات متضاده به پیغمبر میگفتن. کاهن در زمان جاهلیت کسی را میگفت که بسیار هوشیار است، از امو زیاد هوشیاری خود سوء استفاده میکرد، گپا میگفت میگه برام جنی میاره از آسمان. بازی طرف مجنون دیوانه او را میگه که هیچ هوشیاری نداره. تعجب دایسته. اما شیخ الاسلام رحمه الله که میگه که کسی که باطل است حتما دمو دلیل خودش دلیل بالای خودش است. واقعا همونطور است. چطور یک دفعه کاهن میگه باز مجنون میگه؟ تو کاهن و مجنون نیستی، تو واقعیت میگی او اینی وظیفه و مسئولیتی تاست، ادامه بده. تو دعوتگرم اینمی قسم شو، با مردم سعی نکو، مردم تا بیگاره برد گپا بگویا. ام یقولون شاعران، بلکه یا میگوین که شاعر است. جمع شدن در دارون ندوه، به بین خود مشوره کردن، گفتن چی کنیم، چی بگوییم، خدا خلاص کنیم. یک دفعه یکی از این کلانایش خیست گفت بس یک آدم شاعر است مثل شاعرای سابقه دیگه ماواره، زمانی که وفات بکنه گپش ختم میشه، باز کس پیرویش نمیشه، کیسته که یاد از ایره میکنه، بگذارش، شاعر آدم است. یقولون شاعرون، میگوین که بلکه یا میگوین شاعر است. نتربص، انتظار داریم به بالایش ریب المنون، از گردش مرگ، گردش زمانه، مرگ یکی بگرده، ریب المنون یعنی حالت استرابی و پریشان کننده که او مرگ است، سرش بیا ختم میشه گپایش. قل بگوی پیغمبر علیه السلام تربصوا، انتظار بکشه. بله انتظار بکشه. او بدبختا ما که بمرم شما باقیستی. عجیب گپ است. یک قل تربصوا، شما انتظار بکشه. این انتظار مرگ ما، شما اینطور فکر میکنه که این دعوتا خاموش میشه، کسی یاد از این را نمیکنه، خبر نداره که بعد از مرگ ما این دعوت در کدام سر حد میرسه. این دعوت عادی نیست که همینجا گم شوه، خلاص شوه به مرگ یک نفر. این دعوت عمومی امت است. خود عمومی امت الله فقط قلیل انتخاب میکنه، قلیل و قلیل من عبادی الشکور. امو کسایی که قدری نعمت را میدانه، اون امو مردم باز اینمی را ادامه میده، ختم نمیشه. قل بگه پیغمبر علیه السلام تربصوا، انتظار بکشه از مرگ مرا. با مرگ ما بری شما هیچ کدام گپی پیدا نمیشه، مجاهدینی پیدا میشه، مبارزینی پیدا میشه که این حالتای شما را همیطور نمیگذاره، بالکل همونطور هم شد. اینی معکم من المتربصین، من امرای شما از جمله انتظار کنندگان هستم. من انتظار دارم که روز به روز دایره و دعوت ما گسترش پیدا میکنه، رفیقا و همراه های ما زیاد شده میره، مرکز دعوت ما مستحکم شده میره، دلایل حقانیت دعوت ما دیگم آشکارا شده میره، اخلاصمندی و وفاداری افراد خود به خود دیگه نمایان شده میره، پیشرفت و ترقی دین ما مکمل واضح میشه. همونطور هم شد. خیا میگفتن برو یک نفر از پیشش آرام میشیم. دعوت حق آرام نمیشه. دعوت حق اگر یکی خطا خورد دیگه الله پیدا میکنه دیگه کسا. اگر ما خدمت این دین نکنیم الله پیدا میکنه. ما یقین داریم که کسی دیگر پیدا میشه. خدمت به می عقیده میکنه، به می قرآن میکنه، پیدا میشه. خوش بایستیم، شکرگزاری الله تبارک و تعالی را میکنیم که ما و شما
دست به خدمت زدیم، وگرنه الله پیدا میکنه کسی را. او ما تلاش میکنیم که در این زمره خود شامل کنیم. خدا اینطور نشوه که ما همینطور باقی بمانیم و اینطور نعمت بزرگ از دست ما بره. بزرگترین نعمت آلی چیست؟ مردم بی کدام حالت است؟ تو دل سوزی بکن، تو یارا دعوت بده به سوی یکتا پرستی الله تبارک و تعالی. ام تأمرهم احلامهم بهذا، آیا امر میکنه یارا عقلایشان بهذا به این گپا؟ ام هم قوم طاغون، ای خو مردمای عاقل خدا میگیره و اینطور گپای دیوانگی میزنه، احمقانه میزنه، عقلشان این گپا میگه؟ نه. ام هم قوم طاغون، بلکه یا قومی از سرکش، این گپا از عناد و سرکشی برمیخیزه، یا سرکش هستن نمیخواه دین حق گسترش پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر که یا سرکش است. اسلام سرکشی از یارا کنترل میکنه، میگه نه اینی حقیت است، اینی حقی تو نیست، اینجا استفاده بکن، اینجا استفاده نکن، حدود برش معین میکنه. این مردم ها سرکش است و میخواه سرکشی از یای نمی رقم ادامه داشته باشه. بت پرستا چرا بوتا را پرستش میکنه؟ چرا؟ بوتا حساب و کتاب نداره. پشتی سر در فلسفهش براتان میگم، بوتا قیامت نداره، جنت دوزخ نداره، فقط بری خود حاجت روا معرفی کرده خلاص. امروز که مردم کلگی رو آورده که الاولیا، منظورش چیسته؟ منظورش چیسته که اولیا حاجتای ما را پوره میکنه، به الله ما را پیش میکنه، خود دیگه از ما سوال ما را عذاب نمیده، از ما سوال نمیکنه. فلسفه بت پرستی را پشتی سر در سوره نجم بیان میکنیم ان شاء الله. اونجا ام یقولون تقوله، بلکه یا میگه که از جان خود جور کرده ای کتابه. الله تبارک و تعالی میفرماید بل لا یؤمنون، نه گپ بی گپ نیست، بلکه یا ایمان نداره. اگر یا اینطور بگوید سخت احمقی گپ زده. چرا؟ قرآن طور معجزه جاودانی است، معجزه گویاست، خودش اختار میده، چلنج میده قرآن کریم به می مردم، امی مردمی که در میدان فصاحت و بلاغت لاف میزدن که ماستیم. خب قرآن از خودشان مطالبه میکنه، از او خاطر میگه فلیاتو بحدیث مثلی، آوردن کنه به یک سخنی که به مثل قرآن باشد، فصاحت و بلاغت، در خبر دادن از غیب، در مشتمل بودن به اینطور مطالب و مقاصدی که بالکل موافق فطرت و عقل سلیم باشه، مشتمل به علومی باشه که بالکل عقل انسان دو کار نکنه. بیارنه این کانو صادقین، اگر راست میگن که کلام ساختی خودش است، خودش جور کرده، بیاره. چه دعوت عام است؟ فلیاتو، آمدن کنه هر دشمن قرآن، هر دشمن دین اسلام که میگه دین اسلام نعوذ بالله این طور است اون طور است، بیارنه با یک سخنی که به مثل قرآن باشه، در حالی که قرآن ساخته شده ترکیب یافته از همون حروفی که روزمره ما و شما سخن سرش میگیم، همون حروف اعجاز. لیکن قرآنی طور قرآنی است، جذاب است، با مجردی کسی که را تلاوت میکنه میشنوه یک تاثیر عمیق دیگه در قلبش پیدا میشه. او تاثیر در هیچ کلام دیده نمیشه، در هیچ کلام دیده نمیشه. این چلنج و اخطار برای کلگی است. چلنج و اخطار امروز برای دنیای غرب است. و دنیای غرب شما پاچه را برزده، اسلحه و نیروهای قوی را تربیه کرده رایسته، مصارف گزاف سری جور کردن موشک و بمیاتومتان میکنی. چرا آسان گپ نمیکنی؟ برای شکست اسلام رای آسان وجود داره. کدام است؟ فصیحه و بلیغایتانه، امی پولی انگفتیتانه مصرف کنه، علمای برجسته را جمع کنه که در مقابل قرآن یک کوچکترین صورت جور کنه، اسلام شکست بده. آسان، نه جنگ، نه جدل، نه قتل، نه کشتن، نه اسیر، نه واویلا، نه پریشانی فکر، هیچ چیز نباشه. آسان. امو قدر پولی تانه که شما مصرف میکنید در یک اسلحه، امو را به علما بده، علما را جمع کنی که به مثل قرآن چی شود؟ یک صورت نوشته کن. خود تعجب در اینجاست که همین قدر نیروی خود مصرف میکنه علیه اسلام، اما به کار آسان اقدام نمیکنه. از زمان پیغمبر گرفته تا این زمانه تا روز قیامته. خب با تأسف با امرای همین قدر واضح بودن حقانیت اسلام، یک تعداد احمقا بازام چاپلوسی به دموکراسی غرب میکنه. تو این دینی واقعی را اعلام میکنی، میری دوجه ارزش‌های دموکراسی را بنی مردم توضیح میدی. ارزش اسلام تحقیق که مبصر
و جناب تو یک دفعه در قرآن بشی سالات در قرآن بشی تفکر کو تأمل کو. افلا یتدبرون القرآن، در قرآن تدبر نمیکنی که ارزش‌های انسانی را بشناسی. ارزش‌های انسانی در قانونی غرب نیست. دین روز بیان نکردم در قانونی غرب است. دین روز گفتم که اسلامی تو امنیت داده بود که در موضوع شخصی کسی مداخله نکنی، در مورد آبروش ادنا لکه‌داری پیدا نشود. اسلام اونطور دین است. او تو چطور است؟ ارزش اسلام بدانی. قرآن همینطور میگه. ام خلق من غیر شیء. 11 سوال و جواب پی در پی است، زنجیره‌ای. سوالای دلنشین، جذاب، قناعت بخش، با کلمات خیلی کوتاه که رای فرار سری کلگی بند میسازه. نمیتونی که فرار بکنی. جواب بیادرم جواب. چقدر خوب. قرآن اسلوبی مناظره رم بری ما پیش میکنه. چی رقم ما قطعی مردم دلیل بگویم؟ آسان. تو که دعوا میکنی اینی را حق است، بیار سندیشه. تو که میگی حق است، بیار سندیشه. تو که میگی حق است، بیار سندیشه. سندیشه بیار خلاص. ما که دلیل آوردیم پشت دلیل روان هستیم. همین مطلب است. قرآن همینطور از خلقت شروع میکنه، از آفرینش آسمان و زمین و خود انسان. ام خلق من غیر شیء. آیا یا پیدا شده من غیر شیء، بدون آفریننده، خود به خود پیدا شده. ام هم الخالقون. یا است که یا خودشان خالق هستند برای خود. خالق برای خود خود شده نمیتونه. چرا؟ به خاطری که دور لازم میشه. ام خالق ام مخلوق، امکان نداره. اگر یا میگه که ما بدون شی پیدا شدیم، چی مانا؟ نداریم که کسی ما را پیدا کرده، خود به خود ما پیدا شدیم. خود به خود ما پیدا شدیم. اگر این دلیل میگه که نه ما را کسی پیدا نکرده، خیلی خوب. خود به خود پیدا شده. معلوم شد که هیچ کسی تاثیر در زندگیتان نداره، تغییرات در زندگیتان نمیاره. پس خود به خود پیدا شده، همیشه جوان باقی بمانه، نمیره، رزقتان فراوان باشه، زندگیتان همیشه خوش باشه. چرا این تغییرات؟ سبا روز دین روز تیر کردیم، کلگی در گردت نشسته او تو جان کنده رایستی. چرا؟ تو خود به خود پیدا شده بودی. حالی بعد خود نگاه کنی، نه؟ توانی نگاه کردن خود داری؟ سوال جواب کس داده میتونه؟ قطعا داده نمیتونه. بعد از او ام خلق السماوات. برو آیا یا پیدا کرده آسمان ها را و الارض زمینه؟ پیدا کرده. یا خب بالی پشر پیدا کرده نمیتونه، از عدم به وجود آوردن نمیتونه. این صنعت پیشرفته فعلی را که شما میبینی، این ترکیب است، این تخلیق نیست، این پیدا کردن نیست، این مرکب کردن است. آب حوض جور کرد، رفت در جای بلند برد شه، ناوه برش جور کرد، چرخ برش ماند، و بعد از او به فشار از او برق تولید میشه. ترکیب است. این خود ترکیب است، این تخلیق نیست. خب کسی همین آب پیدا کنه؟ کسی یک علفه، یک برگی کار از عدم به وجود بیاره؟ نمیتونه. آیا یا آسمان ها و زمین پیدا کرده؟ بل لا یوقنون. بلکه یا یقین نداره، در تلاش و جستجوی یقین نیستن. منظورشان حق طلبی نیست که یقینشان پیدا شود، یا امور رقم نعوذ بالله اعتراضای بیرونی کرده رئیس. ام عندهم خزائن ربک. برو اگر یا میگه که نه خالق هم نیستن، چیزی از خزانه های پروردگار پیششان است که به کسی زیاد بده، به کسی کم بده، به کسی هیچ نده؟ بیا اگر این طور می بود کل چیز به خود خاص میکرد، تو را شما مسلمان ها را وقت در کام مرگ کشانده بود. اگر در دستی از یا می بود، الله اکبر، اینقدر تکلیف ها را نمی کشیدن. ام هم المسیطرون. یا مسلط هستند در تدبیر اموری شب، روز، آفتاب، مهتاب، زندگی تسلط دارن؟ سری خود تسلط ندارن. سبا وعده میکنه که ما پالیت میاییم، سبا اپندکس است، در شفاخانه است. وعده را در دیگه جای کرده، خودش در شفاخانه. چطور شده میتونه که یا مسلط باشن؟ ام لهم سلم یستمعون فیه. یا میگفتن که به پیغمبر علیه السلام جنیات خبر میاره،
الله میگه برای هم لهم سلم، آیا برای ازیا زینه است یستمعون فیه که گوش بماند و زینه بالا بره. فلیات مستمعهم، امو کسایی که گوش گیرنده از یاسته بیاره به سلطان مبین، به یک دلیل واضح که بله بالای پیغمبر نعوذ بالله جنیات خبر میاره، بیاره یک دلیل. نه ام له البنات و لکم البنون، تعجب است. آیا برای الله دختراست و برای شما بچاست، فرزنداست؟ عجیب است. اما دخترایی که شما مایه ننگ و عار میدانستی، برای خود روان نداری لیکن برای الله شریک جور میکنی. ملائکه چی میگفتن؟ دخترای الله است. نعوذ بالله. ام تسألهم اجرا، ای پیغمبر علیه السلام تو از یا درخواست کرده ای مزده، فهم من مغربین، پس یا از تاوان مثقلون گرانبار شده. ای باری گرنگ برده نمیتونه، از او خاطر سرپیچی میکنه. چرا سرپیچی میکنه؟ چرا قبول نداره؟ زیاد مطالبه اجر مزد از پیش طلب کرده که یا بیخی گرنگبار شده از تو فرار میکنه. این سوالاتی است که به مقتدیای مسجدان باید گفته شوه. همین ملا که آمده، ملای موحد که در مسجد بیا مردم میخیزه، یک نفر برش نمیخیزه. از همین مقتدیا که برش بگویه چرا این ملا را میکشی، چی کده، بگوی باری گرنگ سرتان مانده، این خونه ای لیست قاطتان میخوره، نه پست قربانی تان، نه حلوای شامی تانه. چرا؟ چی را از پیشتان طلب داره؟ پیغمبران علیهم السلام که اول آمد از دعوت خود چیز طلب نکرده. اگر طلب میکرد بهانه به مردم جور میشد، میگه برادر از ما اینی چیز طلب داره. موحدین الحمدلله در هر جای که است از مردم چیزی را طلب نکرده، خود مصرف کرده، ترجمه قرآن به مردم شروع کرده، خود مردم قبول نکرده. یا خو در روز قیامت به الله جواب میگه چی اعزازی همی مردم کردی؟ اینطورام نه، ثمرات دعوت مکمل به چشم سر میبینه. من در قریه خود 1 سال امی خوردار الحمدلله در سرحدی رسانده بودم، خردترین طفلم که پرسان میکردی ترجمه مکمل دعاهای نماز تا دعای قنوت هم یاد داشتن. ملا نخواد یاد داشته باشه. این سوالای بیرونی را که میکردی خب پرسان نکن. خب ثمره را میبینی، همین چیز هم از ما طلب نداره. چرا شما مخالفت میکنی؟ من برشان میگفتم که همین گپایی که من میگم برای ما ثابت کنی که از نگاه دنیوی برابر پریکا نقص داره. برای ما بگوی من نمیشم، لیکن همین گپایی من چرا شما مخالفت میکنی؟ خب کس نبود. امروز هم اینطور است. چرا مردم باری گرنگ سرشان مانده شده؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آیا پیش از یا غیب است؟ فهم یکتبون، از اون نوشته کرده رایستن اعتراض میکنن یا انتقاد میکنن، یا خیلی چیز نداره. ام یریدون کیدا، یا اراده داره نقشه ها را طرح میکنه برای محو دین، برای منع کردن دعوت دین. خیر خوب بدانه که فالذین کفروا، کسانی که منکر هستند نظام الله، هم المکیدون، خودی از یاد بنداندیشی خود، یعنی در ضرر بد اندیشی خود گرفتار است، در ضرر این پلانای شوم، نقشه های نعوذ بالله غلطشان خودشان گرفتار است. چرا؟ الله خیار همینطور نمیمانه. ابو ترام شد. از خاطر آخری حلقه سوال چیست؟ عذاب الله خمیایه، کدام تدبیرها را که یا سنجش میکنه برای محو کردن دین، برای از بین بردن پیغمبر علیه السلام. الله میگه هم المکیدون، خودشان دینمید سازشایشان گیر هستن. آلی کی است که خلاص بکنه؟ ام لهم اله، آیا هست برای از یا معبودا غیر الله، غیر از الله که یار خلاص کنه از این عذاب الله؟ هست؟ سالا خود شما نظر و نیاز به نام دیگه کسا کرده، آواز برای از او داده، آلی عذاب الله که میخواد شما را خلاص کنه. چقدر دلیل مقنع است. امروز یک تعداد مردم ما که سری قبرها مجاورت اختیار کرده و همی میگه که بالکل حاجت روا و مشکل کشاست. وقتی که مصیبت سرت می آواز کنی تو را خلاص کرده میتونه. از این که مصیبت بزرگ کدام است؟ ملت اسلامی تمام روز در خون زندگیشان می جوشه. رادیو را که بگیری بجز از قتل، بجز از کشتار دیگه چیزا نمیبینی. همه اولیا کجاستن؟ همه اولیا خو باید یک زور بزنن. این مملکت اولیا را که خودشان میگه که اگر در غزنی 2 تا دیگه میبود کعبه اینجا جور میشه، خالی امیر خو نجات بدن، کجاست؟ این سوالاتی است که قطعا کس جواب نداره.
سوالاتی است که راه فرار بالکل بند کرده. این مردم اینمی رقم سوال بکنین. خیلی خوب، توی حاجت روا میدانی؟ بله من حاجت دارم، اینمی عالی، حاجت مرا پورا کنانی؟ یا هیچ کدام از این گپا را نداره. اصلی گپ دیگه جای است. جهالت، عناد و ضد، مستغرق شدن در گناه ها پرده های است که رای حقیقت سری از یا پوشانده، تاریک ساخته. این مردم در حد رسیده که معنویت خویج نمیفهمه، چیزای محسوس هم غلط تعبیر میکنه. سبحان الله عما یشرکون، پاک است الله تبارک و تعالی عما از آن چیزی که یشرکونه یا امرای الله شریک میدانن. میگن اینمی بتا شکل ملائک است، ملائک مقرب است پیش الله، سفارش ما را میکنه، ما را نجات داده میتونه. الله میگه الله پاک است از شریک. امروز مسلمانان امام قبرها را فقط سجدگاه خود جور کرده، جای نظر خود، جای زیارت خود جور کرده، تمام روز در گرد از او طواف کرده را ایسته، خاکایشان میخوره، سنگایشان در جان میماله، ټوټه هایشان در گردنا بسته کرده به خاطری که مشکل ما را حل میکنه. الله میگه سبحان الله، پاکیست برای الله عما از آن چیزی که یشرکونه یا قطع الله شریک جور میکنن. و این یرو کسفا من السماء، اگر یا ببینه یک پرزره، یک قطره من السماء از آسمان، ساقطن که فرود آینده باشه، پایین میشه، یقول یا در مقابلش میگه سحاب مرکوم، یا فرقی ابرو سنگ نکده نمیتونه، ابری پراگنده مایه چیزی مانند دیگر دو غباره قطعی سنگ تمیز کده نمیتونه. میای سنگ آسمانی برای عذاب یا میگه ابر است. قومای سابقه هم میتور میگفتن، میگفت هازا صحابون چیسته؟ عارض ممطرنا، ای ابری است که اینا پیدا شد سر ما باران میکنه، حالان که او چی بود؟ عذاب الله. امروز این مردم محو کده عقل خدا، استعداد خدا، نعوذ بالله، فرق بین محسوسات نمیتونه. معنویات خوب بگذار. واقعا که انسان محبت یک شای در قلب خود جا بده، تعصب پیدا کنه، پرده ضد پیش رویش باشه، حقیقت نمیشناسه. امروز از کتاب الله، از قرآن به مردم توحید بیان میکنی، نمیفهمه. فقط چرا؟ تمام عمر دینمی محبت فرو رفته. و شربو فی قلوبهم العجل، نیست از یا فی قلوبهم محبت الاولیاء، محبت الوهیت الاولیاء، محبت الله بودن اولیاء در قلب از یا چی شده؟ اشراب شده. از او خاطر که هر قدر قرآن برش میگی نه باز یک خدشه در قلبشان هست، خدشه در قلبش. توحید عقیده توحید تو نیست. قرآن چی میگه برات؟ فذرهم حتی یلاقی یومهم الذی، وقتی که تو رسه پیغمبر علیه السلام که مردم حسی تمیزی خود از دست داده، حتی اموری محسوسات با هم فرق نمیتونه، سنگ آسمانی را ابر فکر میکنه. پس اینطور مردم قابل از این نیستن که وقت سرش ضایع شوه، نعوذ بالله، یا به گپایش آدم اعتنا بکنن. نه، فذرهم، بگذار یاره دینمی غفلت خود، نعوذ بالله، دینمی جهالتشان، ضد و تعصبشان، حتی یلاقی یومهم الذی، بمی حالتشان روان باشه، امی بدبختی، امی شرک، امی بتپرستی، نعوذ بالله، حتی یلاقی یومهم الذی، تا که رو برو شو امرای او روزی که، کدام روز؟ یعنی روزی که آغاز مجازاتشان شروع میشه. یومهم الذی، او روزی که فیه دو روز یسحقون، یا بیوش کرده میشه، حالت خراب میشه. مرگ است، مرگ. روزی که مرگ برسه اول آغاز مجازاتی مردم شروع میشه. بس تا او وقت بگذار شه. منظور از گذاشتن این نیست که دعوت برشان نده، منظور است که دعوت برشان بده، خوی مردم نمیپذیره، متعصب است، به سری از یا فایده نداره. زمانی که فهمیدی که مردم لجوج است، متعصب است، عقلشان کار نمیکنه، بگذارشان. یوم لا یغنی عنهم، کدام روز است؟ روز که دفع کردن نمیتونه کیدهم، تمامی نقشه هایشان در برابری محو کردن اسلام، شیئا چیزی را خیلی خواری و زحمت کرده باشند، ولا هم ینصرون، نه امدادشان از کدام طرف کرده میشه. این دشمنای دین امام تمامی نقشه ها داره برای محو کی؟ نظام اسلام. لیکن ما میگیم که اینجا روز فرا میرسه که نفع نمیرسانه نقشه هایشان، مثل روسا نقشه هایشان نفع برشان رسان، ولا هم ینصرون، امرایشان امداد هم کرده نشد. امود تو رسوا و شرمنده چی؟ ای وطن ترک کردن. و ان للذین ظلموا، بله
کفار ای تصورم نکنه که تنها عذاب قیامت است، در دنیا عذابا نمیه، دی فکرام نباشه. عذاب دنیا هم گاهی الله میاره. چه رقم؟ و این للذین، یقینا برای کسانی که ظلموا از حد تجاوز میکنه، با وصفی که برایشان راه های هدایت خیلی زیاد میسر شده، شب و روز گفتار برشان روان است لیکن سر زیاد تاثیر نداره. انتظاری از زیر داشته باشه کسایی که ظلم کردن است، حد تجاوز کردن، عذابا یقینا برای ازیا عذاب است، دون ذالک پیش از عذابی که بزرگ است قیامت است. در دنیا هم الله تبارک و تعالی عذاب برشان میده، مثل امتای سابقه واره. اهل مکه هم رقم شدن در میدان بدر در سال دوم هجرت، کلان سردمدارایشان چی شد؟ 70 نفر مردار شد. 70 دیگه در چی 70؟ در اسارت 70. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثری از یا نمیدانه. معلوم شد که اقل از یا کمی میدانه، اقل از یا میدانه خو اکثریت نمیدانه. قرآن چقدر کتاب انصاف است. یک نفرم اگر در اونجا فکر درست داره امورم لحاظ میکنه. ما و شما در مورد تمام امور قضاوت ما مثل قضاوت قرآنی باشه، خوب بگوی بد. از همون خاطر یک تعداد از دوستا احساسات بالا می داشته باشه، خیلی زیاد قهر و غضب بیشتری عمل کرده قومی خود میایه دیگه میگه که کلی کارایتان غلط است. کلی کارا غلط نیست. بگوینی اینی کاریتان غلط، اینی کاریتان خیلی خوب. خو لیکن بینمی کیفیت مرده شوه آلی در بعضی قوما پول جمع میکنه که مرده دار چی نشوه، بگوی برش تکلیف نرسه، پول جمع میکنه، نانوا جور میکنه. آلی همی پول جمع کردن برای ازی که مشکل از خانه مرده دار رفع بکنه کاری خوب است، خب به شرطی که با کیفیت شرعی باشه. کیفیت شرعی را میگه که خاص به خاطر رضای الله هر کس مطابق وس و توان پرته نکنه که من ټیلر دارم امو 100 روپیه پرتم، یک آدم که اونجا در چوک رفته تا بیگار اونجا چای صبحم نخورد، نان خشکم پیدا نکرد، دیگر پس بسیار مایوس در خانه میاد، او هم 100 روپیه بپرته، او هم 100 روپیه. باز در دیگ امو آدمی غریب کار خود سری چوک است. خو لیکن تو ټیلر دار 10 نفری در مجلس لقمه کلان میزنه. اونطوری نکنه. کاری خوب بگو بد. یک تعدادی ما بسیار خطا میکنه که قهر بشه، فقه میگه کتاب فقه کلش غلط است. نه او جناب، دستور قرآن طور نیست. دستور قرآن خوب بگو بد بگو. ما نمیگیم. در مذهب اینطور اموری است که بسیار مهم است، بسیار مهم است، خوب است، خیلی خوب یاد داره، ولی بله پیدا میشه در او کارهایی که واقعا خوب نباشه. از او خاطر ما خوبیش بد نمیگیم که کلگی بد است. ما پشتی بد روان هستیم، بد میگیم که اینی بد است، اینی بد است. این دستور قرآن است، درس قرآن است. از همون خاطر یادتان باشه که همچون دوستا مسلکه، همچون دوستا راه دعوت بند میکنه سری خود، دیگران را بدنام میسازه. تو با جای ازی که نفع به قرآن و به دین برسانی چی میشی؟ سببی نعوذ بالله بدبختی بزرگ میشی. او هم سری احساسات میشه بر تو دو میزنه، آخر این به حدیث دو میزنه، نعوذ بالله. اما تو رست یا نیست؟ اما تو رست. چرا در ضد میاد؟ نه، قرآن دستور داده سی کنی. الان ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریتی از آن نمیدانه که در دنیا هم عذاب ما را فرا میگیره. البته فکر میکنه که عذاب مذاب وجود نداره، لیکن از بعضی اقلشان خو میدانه. این قرآن برای ما میگه، نمیگه که کلشان. واصبر لحکم ربک. بله صورت سرو شده بود به یکی این مردم، این نبی انتقادشان است، اعتراضشان است. مردم میگه این آدم پیدا شده، میگه حساب و کتاب است، زنده شدن است، عذاب قبر است، پول صراط است، جنت و ایره کی قبول داره؟ ایره کی قبول داره؟ تمام روز سر و صدا، تمام روز یکی با دیگه پسپسک به می خاطر است. این انسان وار خطا میکنه، خو مایوس میسازه، انسان همتش نعوذ بالله ضعیف میسازه، مورالش ضعیف میسازه. الله تبارک و تعالی بیان میکنه، پیغمبر خدا داخل میگه واصبر لحکم ربک، صبر کوی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام، یعنی دل سرد نشوی از این دعوتت. ناتوانی تو را
با ناتوانی برات پیدا نشود، ضعیف نشوی. لحکم ربک، از رای تبلیغ حکم پروردگارت. کدام فیصله را که الله برای تو فرمان داده او را باید به مردم برسانی. موت را میگه پیغمبر یک لحظه نمی نشست، یک لحظه. و عقیده توحید از روز اول که مبعوث به نبوت شده اظهار کرده تا روز اخیره. اگر دایی را انواع مشکلات متحمل شده، خو موت را میگه تو مامور هستی به یکی کدام حکم از الله برای تو آمده. بزرگترین حکم، اولترین حکم چیست؟ عقیده توحید الله و رد شرک است. تو باید بیان بکنی، دل سرد نشد، ولا قومم نپذیرفت، ولا مردم نپذیرفت. نه ما این مردم کلش یک طرف است، ما تنها دیگه طرف. تنها خود احساس نکن، دل سرد نشد، دعوت ادامه بده. خوب کمال دلسوزی بر روش و اسلوبی خیلی بهتر، مؤدبانه، احترامانه تو ادامه بده. الله چی میگه؟ فانک باعیننا، یقینا تو در زیر نظر ماستی. الله میگه الله هم راست با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. تو را الله کمک میکنه، ان تنصر الله ینصرکم. و سبح بحمد ربک. بله، در دعوت چیز تاثیر داره که گپت خیلی تاثیر پیدا میکنه؟ خبر داره چیزی را که الله به پیغمبر خود فرمان داده. و پیغمبر خود چی فرمان داده؟ آن چیزی که تو را تسلی میبخشه و آن چیزی که تو را نیرو میبخشه، تو ضعیف نمیشی. او قوی کردن رابطه خود با الله تبارک و تعالی است. هر قدر که رابطه تا با الله قوی میکنی، امو قدر قوت اضافه میشه، امو قدر تو دلگرم میشی، امو قدر آرامش خاطر برات پیدا میشه. در غیر از او آدم بسیار زود شکست میخوره. یکی از عوامل شکست علمای ما نمیسته که دو روز ترجمه را شروع کنه، کس در مجلسش حاضر نباشه، بیخی اعلام میکنه، میگه کس نمیشینه. تو شروع کن، لاسپیکر چالان که همونطور گفته برو، دل سرد نشو، تو بیان بکن. انشالله اگر به اخلاص و صداقت کدام کار تو شروع کنی، انشالله پیدا میشه. یک دو شوده میتونه در یک سال یک شاگرد تربیت کنی، خو یک شاگرد به میتوم، یک شاگرد چی؟ به میتوم تربیت کنی. مایوس نشو. قرآن همی دستور به پیغمبر میده. اونجا سلسله اعتراضات خیلی زیاد بود. الله تبارک و تعالی میگه در زیر نظرم هستی و سبح بحمد ربک. پاکی بیان که از الله تبارک و تعالی بمرای پیوسته با ثابت کردن صفات کمال برای الله. وظیفه تو نمیسته. مردم برات میگم یک موضوع را پیدا کردی مولوی صاحب، توحید 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 توحید. نه، قرآن گفته و سبح بحمد ربک، به پاکی یاد که الله تا. به پاکی یاد کردن الله نمیسته. الله شریک نداره، الله به کسی محتاج نیست، اولیاء قط اولا شریک نیست، الله شریک نیست، در ملکیت الله کسی شریک نیست. گفته برو بحمد ربک، به امرای از که صفتای کمال الوهیت مکمل به الله خود ثابت میکنی. حق مستحق عبادت تنها الله را میدانی. اینی را بیان کرده برو. چه وقت بیان کنه؟ حین تقوم، وقتی که تو میخیزی. الله اکبر. حین تقوم که از خواب میخیزی را بیان کو. یکی حین تقوم در هر مجلسی که هستی بخیز ای گپا بگو. اگر در 1000 تقریر تو را برد، شین بده در یک جای گپی توحید جای بده برش او بیان کو. چرا الله پیغمبری خدا میگه و من اللیل، از طرف شب فسبحه، به پاکی یاد که الله تبارک و تعالی را. رابطیت با الله قوی شوه، تهجد بخوان، نماز بخوان و ادبار از نجوم، در پشت سر غروب ستاره ها. در اول قسم چیسته؟ اونجا پشت سر و نجم قسم سر ستاره میخوره. این میگه در پشت از اینکه ستاره ها غروب میکنه و فول میکنه، اونجا تو تسبیح الله را بیان کن. منظور چیسته؟ در هر وقت رابطه تا با الله قایم بکن، الله را یاد کن، برای الله کار کن. باز نگو که ثمره چی رقم میشه. ثمره را به الله بگذار، الله میفهمه ثمره مرتب کردن. اوی واقعیت است، الله ثمره را مرتب میکنه. و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.